سرخط خبرها. هشدار رئیس جمهور تاجیکستان از بالاروی بی‌سابقه نرخ. تیم ملی فوتبال تاجیکستان به قسم نهایی جام آسیا 2027 راه یافت و بیش از 1 میلیون سومانی کارگران را در یک بیمارخانه از خود کردند. روز بخیر بینندگان گرامی، نوید بامدادی را با آخرین خبرها از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز چهارشنبه 1 اپریل سال 2026 است. رئیس جمهور تاجیکستان از احتمال بالاروی بی‌سابقه نرخ خوراکواری در سال روان هشدار داد. امامعلی رحمان 30 مارت با تکیه به تحلیل کارشناسان گفت بر اثر حادثه هایی که وقتهای اخیر در دنیا جریان دارند و اینچنین تغییریابی اقلیم و عاقبت های ناگوار آن، نرخ مواد غذایی به طور بی‌سابقه بالا می رود. وی از مردم دعوت کرد که استحصال محصولات کشاورزی را زیاد و برای تامین بازار با مواد غذایی و حفظ امنیت ذوق‌آوری تلاش کنند. برای این رئیس جمهور استفاده عاقلانه آب و هر یک وجب زمین را مهم خواند. این مراجعت و هشدار در حالی است که بعضی از کشاورزان تاجیک میگویند مقامات زراعت آنها را امسال ویران و دهقانها را به کشت پخته مجبور کردند. ماه ینور امسال وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت از تخریب کشت گندم و پخته‌کاری مجبوری در بعضی از شهر و ناحیه‌ها آگاه است و ضد چنین عمل‌هاست. آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان در پی یک سنجش تصرف بیش از 1 میلیون سومانی معاش کارمندان یک بیمارخانه را آشکار کرده است. این آژانسی روز 31 مارت در خبرنامه نوشت که محاسب بیمارخانه مرکزی ناحیه ورزاب با استفاده از وکالت‌های منصبی خود و بر زیاد نشان دادن معاش کارمندان بیمارخانه و دیگر پرداخت‌ها در سال‌های 2022-2025 بیش از 1 میلیون و 147 هزار سومانی را از خود کرده است. بنابر خبری آژانسی مبارزه با فساد، صدیقوف به این عمل‌ها را در دوره فعالیتش به حیث سرمحاسب بیمارخانه مرکزی ورزاب و بعداً محاسب این کارخانه انجام داده به دولت ضرری مخصوصاً کلان رسانده است. موقع منصبدار به این اتهام معلوم نیست. با اطلاع آژانسی نسبت صدیقوف بر اساس 3 ماده از جمله برای از خود کردن مال دولت و قلابی به مقدار مخصوصاً کلان پرونده جنایتی باز و به دادگاه ارسال شده است. این بار اول نیست که منصبدار در تاجیکستان به طور رسمی به جنایت متهم می شود. قلابی، ساخته‌کاری حجت‌ها یا برآمدن از حد وکالت‌های منصبی از جمله اتهام‌های معمول علیه آنهاست. تاکنون برخی با همین دلیل بازداشت و زندانی شده، برخی دیگر با پرداخت جبران از جوابگری آزاد گشتند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان که بازی دور ششم مرحله انتخابی جام آسیا 2027 را مقابل منتخب فیلیپین با حساب مساوی 1-1 انجام داد، با 14 امتیاز مقام اول را کسب نمود و بار دوم به قسم نهایی قهرمانی آسیا را خط گرفت. بازی بین دسته‌های منتخب تاجیکستان و فیلیپین شب سه‌شنبه 31 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر حصار با حضور بیش از 15,000 تماشابین دایر شد. فوتبالبازان تاجیک را در این بازی تقدیرساز نتیجه مساوی قناعتمند می‌کرد، اما با فیلیپینی‌ها برای دریافت راحت در بازی با میزبانان تنها پیروزی ضرور بود. حمله‌گر فیلیپینی‌ها در دقیقه 19 حساب را باز کرد. گل جوابی را حمله‌گر میزبانان شریدین بابویف در دقیقه 40 زد. دسته منتخب تاجیکستان زیر رهبری گاران استیوانویچ متخصص سربیایی به قسم نهایی جام آسیا 2027 راه یافت. تیم ملی فیلیپین اینچنین دسته‌های منتخب مالدیو و تیمور شرقی که جایهای سوم و چهارم را کسب نمودند از حق شرکت در قسم نهایی مسابقه محروم گشتند. یادآور می‌شویم سال 2024 منتخب تاجیکستان با راه یافتن به دور 4-1 نهایی مسابقات قهرمانی آسیا 2023 دستاورد تازه را در تاریخ ورزش کشور ثبت نموده بودند. و ناسا یا آژانسی کیهانشناسی آمریکا بعد بیش از 53 سال با فرستادن یک گروه از کیهانوردان به ماه آمادگی می‌بیند. این پرواز تاریخی در دایره مأموریت دوم ارتمیس صورت می‌گیرد و آن را یک آزمایش مهم برای بازگشت انسانیت یا فتح دوباره ماه می‌نامند. گزارش همکارم مولا رجب یوسفی در همین باره است. ویکتور، کریستینا، جرمی، ما به ماه می‌رویم. آژانسی کیهانشناسی آمریکا یا ناسا به پرواز نخستین تیم فضانوردانش به ماه آمادگی می‌بیند. آنها طبق مأموریت دوم ارتمیس برای اولین بار در تاریخ انسانیت در عمق کیهان یا فاصله دور از زمین چرخ می‌زنند.
پرواز کیهان‌آوردان در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده در پس منظر رقابت‌های افزاینده با چین می‌خواهد دیگر باره پیش‌صفی خود را در کیهان نمایش دهد. قرار است 3 فضانورد آمریکایی و 1 فضانورد از کانادا در روز 1 اپریل با کپسول اوریون یا قالب امن کیهانی ناسا و موشک نظام پرتاب فضایی فرستاده شوند. به گفته لاری گلیز نماینده ناسا، سفر آزمایشی 10 روز را در بر گرفته. هدف سنجش وضع و تاب‌آوری کیهان‌آوردان در مسافه رکوردی دور از زمین است. این یک مسیر مخصوص است. وقتی ما به ماه میرسیم، جاذبه آن ما را به خود کشیده اطراف آن را دور میزنیم و سپس ما را دوباره به سوی زمین پرتاب میدهد. اگر کار طبق نقشه پیش رود، کشتی اوریون با یک سیاحت هدفمندانه به سوی ماه می رود. از سال 1972 تا این جانب کسی به سطح ماه قدم نگذاشته است. این دشوارترین وظیفه ناسا بوده است که قصد دارد سال 2028 آن را در قطب جنوبی ماه تکرار کند. کیهان‌آوردان رید اوایزمن، ویکتور گلوور، کریستینا کوک و جرمی هانسن حالا به پرواز از مرکز کیهانی کندی آماده می شوند. ایالات متحده سلسله پروازهای دیگر را هم به فضا در نقشه دارد که باید در 10 سال آینده اجرا کند. برمیگردیم به تاجیکستان. بازی فوتبال بین جوانان 2 دهه در ناحیه دیوشتیچ با زنوزنی و بازداشت 15 نفر انجام یافت. بنا به اطلاع پلیس سوخت، حادثه روز 16 مارس پس از بازی نهایی فوتبالبازان دهه بسمنده و قلعه دوست در ورزشگاه قونچی سر زده است. این بازی که از سوی یک صاحبکاری محلی میان 14 دسته تشکیل شده بود، با پیروزی دسته دهه بسمنده انجام یافت. در پی به اطلاع پلیس، مخلصان و ورزشکاران ناراضی از نتیجه های مسابقه با بی‌ترتیبی دست سنگ پرتایی کردند. مقامات انتظامی در سوق میگویند در رابطه با این حادثه نسبت 6 نفر پرونده جنایتی باز شده، 9 نفر دیگر به میده اوباشی متهم شدند. حادثه را دادستانی و پلیس ناحیه دیوشتیچ تحقیق دارند. در این فرصت برنامه بخش 1 روز در تاریخ را میبینیم که مهمترین تحولات تاریخی در روز 1 اپریل را فرا میگیرد. 1 اپریل سال 2020 در تاجیکستان اولین ساکن محلی با نشانه‌های مانند به کرونا درگذشت و مقامات تندرستی ولایت سوخت 10 نفر خویشاوندار فوتیده حبیب الله شادیوف و طبیبان و کارمندان دیگر طب را کرانتین کردند. وزارت تندرستی که برای پنهان کردن حادثه‌های آلوده‌شوی ساکنان به کرونا انتقاد می‌شد، گفت که این مرد از التهاب شوی جان داد. ولی تحقیقات ژورنالیستی رادیوی آزادی درستی اظهارات رسمی مقامات را زیر سوال برد. 1 ماه بعدش مقامات مجبور شدند وجود کرونا را اعتراف کنند. 1 اپریل سال 1951 ژورنالیست و نویسنده تاجیک داداخان ایگمزاد تولد شده است که در رشد ژورنالیستیک و آزادی بیان، ژانر حجو در نویسندگی و هم فعالیت‌های جمعیتی سهمی زیاد دارد. سالهای اخیر شوروی و سرمحرر پیام دوشنبه بود که از نشریه‌های حامی آزادی بیان، منتقد حکومت وقت و جانبدار تغییرات در نظام بود. قلم تیز حجویه‌هایش برای تأسیس نخستین نشریه حجوی لکوپک راه گشاد، ولی طور خودش میگفت با سبب نبودن کاریکاتورنگاران حرفه‌ای چاپ نشریه‌اش دیر نپایید. در رابطه با وارخ و بحث‌های مرزی موقعش را فعالانه بیان می‌کند. 1 اپریل روز خنده است که در بسیاری از کشورها از جمله قلمرو شوروی سابق تجلیل می شود. عید غیر رسمی مردمی بهانه برای شوخی و هزل، لطیفه‌گویی و مسخره شده است. خنده و شوخی را گرو طبع خوش و بالیده و هم عمری دراز می گویند. در تاجیکستان هم در این روز هر سال حجونگاران تلاش می کنند برنامه‌های مخصوص حجوی آماده کنند.
شبانه روزی اخیر در برخی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان ارزش روبل روسی کمی پایین رفته است. 1000 روبل امروز به 116 سومانی برابر بوده، $100 950-955 سومانی ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بیننده عزیز، تشکر برای همراهی. نویدی بامدادی بود با چند خبرهای دیگر را در ادامه روز از سامانه رادیوی آزادی و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا و تماشا کنید. خیر تا فردا.